اینجا اکثرا مرغای 1 کیلویی 700 گرمی مصرف میکنن و مرغ رو هم وزن نمی کنن. هر قطعه مرغ رو 1 ریال عمانی پرداخت میکنن و مرغ رو میبرن. ماشین ها خودشون میان اینجا تو مزرعه، همینجا کشتار میشه و بهشون تحویل داده میشه. مرغا هم همه کوچیک، 1 کیلو 700 گرم. من که دستگاه پرکن اصلا نمیبینم. فکر کنم پرش رو هم با دست در میارن. حالا منتظر میمونیم ببینم به چه صورت کشتار انجام میگیره.